تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضی از آدما هر سال پیشرفت میکنن و ثروتمندتر میشن ولی ما بقیه آدما همیشه توی همون وضعیت میمونن و حتی پسرفت میکنن؟ این دلیلش اینه که اکثر آدما متاسفانه دنبال یک معجزه هستن که تو زندگیشون اتفاق بیفته، یه تغییر جادویی و اون زندگیشون رو عوض بکنه. به خاطر همین هستش که لاتری توی اکثر کشورهای دنیا طرفدارای خیلی زیادی رو داره، ولی واقعیت این هستش که اینطور آدما هیچ وقت موفق نمیشن، چون موفقیت نتیجه تغییرات کوچیک و همیشگی هستش. جیمز کلر توی کتاب عادتهای اتمی خیلی قشنگ توضیح میده، میگه اگر شما امروز سعی کنید که بهتر بشید، آخر سال 37% شما پیشرفت کردین. فکرشو بکن، شما یه کسب و کاری رو شروع کنید، یک مهارتی رو امروز یاد بگیرید و آخر سال 37 برابر شما حرفه‌ای شدین. حالا شما با خودتون فکر بکنید، اگر امروز سعی بکنید که 1% بهتر بشین، فکر میکنید که سال دیگه این موقع کجا هستین؟